پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. خدای را همه چیزهایی که در آسمان ها اند و در زمین به پاکی یاد می کنند. اوست صاحب قدرت منعی و صاحب حکمت. اوست که کافران اهل کتاب را برای نخستین حشر یعنی اجتماع از خانه هایشان بیرون آورد. گمان نمی کردید که برایند و ایشان نیز گمان برده بودند که حصارهایشان آنها را از عذاب خداوند نگه می دارد. اما عذاب خداوند از جایی که توقع نمی بردند به ایشان آمد و در دلهایشان دهشت افکند، به حدی که خانه هایشان را با دستهای خودشان و با دستهای مسلمانان خراب می کردند. پس ای اهل بصیرت پند بگیرید. و اگر چنان نبود که خداوند بر ایشان جلای وطن را مقرر کرده بود، ایشان را یقینا در همین جهان مجازات می کرد و در آخرت برایشان یقینا عذاب آتش است. این مجازات به سبب است که ایشان با خدا و پیامبر او مخالفت کردند و هر که با خدا مخالفت کند بیگمان خداوند سخت مجازات کننده است. ای مسلمانان، آنچه از درخت نازک خرما را پی کردید یا آن را ایستاده به حال خود آن گذاشتید، بر اساس اجازه خداوند بود و برای این بود تا فاسقان را رسوا کند. چیزی را که خداوند از ایشان یعنی بنی نذیر برای پیامبر خود به غنیمت باز داد، برای دستیابی به آن نه اسبی را تاختید و نه اشتری را، مگر خداوند پیامبران خود را بر هر کی بخواهد مسلط می‌گرداند و خداوند بر همه چیز تواناست. آنچه را خداوند از اهالی قریه ها به پیامبر خود به غنیمت باز داد، از آن خدا و پیامبر خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران است، تا این سرمایه در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود. آنچه را پیامبر برای شما میدهد بگیرید و از آنچه شما را منع می کند منصرف شوید و از خدا بترسید، بیگمان خداوند سخت مجازات کننده است. این اموال برای فقیران مهاجرین است که از خانه ها و داراییشان بیرون کرده شدند، در حالی که فضل و رضای خدا را می طلبند و خدا و پیامبر او را یاری می دهند، هم ایشانند راستگو. و نیز برای انصار، آنانی که پیش از این مهاجران این سرزمین یعنی دارالهجرت و ایمان را برگزیدند، یعنی پیش از مهاجران در مدینه جایگزین شده و به پیام پیامبر ایمان آوردند و هر کی را به سویشان هجرت کند دوست می دارند و به چیزی که به ایشان یعنی به مهاجران داده شده دلتنگی احساس نمی کنند و با وجود نیازمندی که دارند آنها را بر خود ترجیح می دهند. و کسانی که از حرص نفس خیش نجات یافته باشند هم ایشانند رستگار. و برای کسانی نیز که بعد از ایشان آمدن میگویند پروردگارا ما را و برادران ما آنهایی را که در ایمان بر ما پیش دستی کردند بیامرز و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آوردند کینه را راه مدی. پروردگارا واقعا تو رؤوف و مهربان هستی. آیا منافقان را ندیدی که به برادران خیش از کافران اهل کتاب میگویند قسم است هرگاه بیرون رانده شوید ما نیز با شما بیرون میشویم و در معامله با شما هیچ کسی را هرگز فرمان نخواهیم برد و اگر با شما جنگی صورت گیرد حتما شما را کمک خواهیم کرد و خداوند گواهی می دهد که ایشان واقعا دروغگویند. با یقین اگر بیرون کرده شوند با ایشان بیرون نمی روند، اگر با ایشان جنگ شود هرگز کمکشان نمی کنند و اگر ایشان را کمک هم بکنند حتما پشت به کارزار کرده و باز هرگز دادرس نمی شوند. بیگمان ترس شما در دلهای ایشان قویتر از ترس خداست. این سبب است که ایشان قوم نافهم. هرگز با شما یک جایی جنگ کرده نمی توانند جز از داخل آبادی های مستحکم یا از پشت دیوارها. جنگشان در میان خودشان شدید است،
ظاهرا ایشان را یک پارچه و همدست میپنداری، اما دلهایشان پراگنده است و این به خاطر است که ایشان مردم بیخردند، مانند کسانی که کمی پیش از ایشان بودند، عاقبت بد کار خود را چشیدند و برای ایشان در آخرت عذاب دردناکی است. درست مانند شیطان هنگامی که به انسان گفت کافر شو، چون کافر شد گفت بیگمان من از تو بیزارم، من از خدای پروردگار جهانیان میترسم. از انجام کار آنها چنین شد که هر دو برای همیشه در آتش دوزخ به سر برند و این است جزای ستمگاران. ای مؤمنان، از خدا بترسید و باید هر کسی بنگرد که برای فردا چی فرستاده است. از خدا بترسید، حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاست. و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز ایشان را به خود فراموشی گرفتار کرد، هم ایشانند بدکاره. اهل دوزخ و اهل بهشت هرگز با هم مساوی نیستند، اهل بهشت هم ایشانند رستگار. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، بیگمان آن را از ترس خدا در تضرع و پاره پاره شده می دیدی و این مثال ها را برای مردم می زنیم تا باشد که بیندیشند. اوست خداوندی که جز او معبودی نیست، پادشاه نهایت پاک، سالم از هر عیب، امان دهنده، نگهبان، صاحب قدرت منی، صاحب عزت و با شکوه، در نهایت بزرگواری، منزه است از آنچه با او شریک می آورند. او خدایی است آفریننده، پدید آورنده، نگارنده اشکال و رنگ ها، صاحب نیکوترین نام ها و صفات. آنچه در آسمان ها و در زمین است او را به پاکی یاد می کنند و هم اوست صاحب قدرت منی و با حکمت. خداوند راستگوی بزرگ است.